السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان هم رسید و هر فرد مسلمان باید تیاری کامل داشته باشد برای رمضان. امروز ان شاء الله تعالی در مورد دعاهای رمضان صحبت میکنیم. یکم پیش از افطار چی دعا بگوییم، وقت افطار چی دعا بگوییم و به خانه کسی برای افطار دعوت شدیم چی دعا بگوییم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر. برای شخص روزه‌دار دو خوشی است وقتی افطار میکند. یکم فرح بفطره، خوشحال می شود وقتی روزش را می کشاید. و دوم و اذا لقی ربه فرح بصومه، وقتی که با الله متعال با پروردگارش ملاقات می کند خوشحال می شود با روزه گرفتهش. خب وقتی افطار چی دعا بگوییم؟ بهتر این می شود که دعاهای مسنونه باشد، یعنی دعاهایی که طبق سنت است. یعنی از همه کوتاه‌ترین و آسان‌ترین دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان می‌کردند این دعای اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. 3 مرتبه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. خداوندا تو بخشنده عفو و بخشش را دوست داری، پس مرا مورد عفو و بخششت قرار بده. و میتواند که اگر دعای عربی نداند با زبان خودش دعا کند، برای اینکه دعایی که پیش از افطار کرده می شود نزد الله متعال قبول است و استجابت دارد. برای همین علی الاقل 5 منوت 10 دقیقه 5 دقیقه پیش از افطار ما باید دعا کنیم، ذکر کنیم، برای اینکه ماه 1 مرتبه در سال می آید و به سال دیگر کی زنده و کی مرده الله تعالی است. وقت افطار چی دعا میکنیم؟ یعنی پیش از اینکه افطار کنیم روزه را بکشاییم چی دعا کنیم؟ اللهم لك صمت، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت. بارا الها برای تو روزه گرفتم و بر رزقی که به من داده ای افطار کردم. یا اینکه ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. تشنگی و خشکی رفت و اجر ثابت شد ان شاء الله. یا اینکه اللهم انی اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. اللهم انی اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. بارا الها من دعا میکنم میپرسم برحمت تو که وسعت کرده است، همه را پوشانده است، هر چیزی را پوشانده است، تا اینکه من را ببخشی، گناه من را عفو کنی. وقتی به خانه شخص دعوت می شویم ما اهل خاندان را بعد از افطار باید که دعای خیر کنیم، برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند من لم یشکر الناس لم یشکر الله.
هر شخص قدردانی شخص دیگر را نمی کند، یعنی شخص دیگر را تشکر نمی کند، تشکر نمی گوید برای کاری خوبی که برایش انجام داده است، او الله را شکرش را به جا نیاورده است. یعنی ما وقتی که شکر یک تشکر نمیگویم یک مسلمان را برای کار خوبی که برای ما انجام داد، ما الله متعال را شکر نکرده ایم. برای همین وقتی در خانه کسی افطار کردیم، حتما ما باید که اهل همان خانوادان را با دعای خیر ما خداحافظی کنیم. افطر عندكم الصائمون وتنزلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار وغشيتكم الرحمة. یک بار دیگر. افطر عندكم الصائمون وتنزلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار وغشيتكم الرحمة. نزد شما روزداران افطار کردند و بر شما ملائکه ها نازل شدند. یعنی وقتی ملائکه ها نازل می شوند، معنایش رحمت الله بر شما نازل شد. و اکل طعامکم الابرار، و طعام شما را مردم نیک، مردم پاک خوردند. و غشیتکم الرحمه، و رحمت الله شما را فرا گرفت. کسی که این از صحبت را یا اینکه این دعاها را شنید، خواهش میکنم که به برادران، به نزدیکانتان روان کنید. شاید کسی این دعاها را میشنود، مینویسد و یعنی در رمضان با این دعاها روزه میکشاید، با این دعاها دعا میکند و در اجر من و تو شامل میشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.